هستیم که امروز برادری ما عمر مبارکشان در 63 رسید. از این جهانی بی بقا خواهی نخواهی میروی، از این جهانی بی بقا خواهی نخواهی میروی، از بین خویش و اقربا خواهی نخواهی میروی، از بین خویش و اقربا خواهی نخواهی میروی، سود ندارد سیم و زر، از راه شیطان کن حذر. جوانمردهایی که در دین پنجاه و شصت هسته معذوری و ایشونی کوتاه خوانده شوید. من هم در دین 63 بودم، اما این مرگ قامت من شکست. این مرگ زبان من خاموش کرد، این مرگ چشمهای من نابینا کرد و گوشی من ناشنوا کرد. این پند حکمت حضرت نامیدی ساقی با خاموشی با شما همه از خدا هستید و بندگان خدا هستید و چند مدت در این عالمی هستید عمر بستن ببرید و بعد از گم شدن مهلت مقدر با دست همه با شما به سوی خداست. حرام بودن، به آزار بودن، اما بعد از گذشتن 63 سال عمر مبارک با این بیماری فشار که البته سبب شد و شربت مرگ چشیدن که البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید من مات مریضا مات شهیدا، هر شخصی که در قبض بیماری وفات کند اون شهید می‌ماند و شهید می‌گذرد و دیگر فایده‌اش همین است که وقوع من فتنة القبر و از فتنه و از عذاب قبر نجات می‌یابد. دیگر فایده‌اش برای ایشان امید است که پروردگار نصیب می‌گرداند که حضرت فرمودند که غدی و ریح علیه برزقه من الجنه، هر صبح و شام از جانب پروردگار برای ایشان رزق داده می‌شود. خدا برای برادر مرحوم امام نصیب گرداند. اگر صحبت دراز کردن نیستیم زیرا خریجه بیرون سالان بیبارا حضور دارند در این آفتاب گرما و بخشنده نمی‌گیریم. در آخر دعا می‌کنیم خداوند صفای آخرت این و در این مرحومان خطر کند و عملهای خوبی کرده ایشان و قبر و قبرشان و باقی از باقی جنت و خوابرفتن عروسی تا روز قیامت برایشان نصیب گردانده و این بیماری‌های چندین مزدشان و سبب کفارت گناهشان گردانده باشد و پروردگار برای بازمانده‌هاشان فرزندای عزیزشان خصوصا برادر عزیز محکی خالد عبیدالله در جدایت برادرشان خداوند صبر جمیل و ثواب بزرگ نصیب گردانده. مرگ این برادر برای حکایت ما و شما همچون یک درس عبرت و بیداری از خواب غفلت می‌گرداند. اللهم این کان محسنا فزد فی احسانه و این کان مسیئا فتجاوز عنه یا رب العالمین برحمتک. اولا پیرون سوزان بخشش بخواهیم که البته ما همین سخن کردن داریم. فقط یک چیز گفتنی هستیم که امروز برادر ما عمر مبارکشان در 63 رسید. کم بودن عادت سنت این است که هر وقت انسان با جنازه خوان باشیم جنازه بخوانیم خبرکن همیشه خبر بکنن. این روز متاسفانه خبر برادری ما را کندن. از نام خود از نام قوم‌های عزیز دیگر و عتیق همه اساتید گرامی و تمام شما عزیزان در این
دهره که الحمدلله بزرگان گذاشتن سنوشتی که در سلطه حضرت مولای جمعی و این درگاه خوش آمده بگیم اون بشارت که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعده داده بودن من عز و مصابا فله مثل اجره خداوند این نعمت عظما را که هر شخصی که برای خاندان مصیبت زده قدم رنجه میبرد و اهل تسلیت بیزار میکنند خداوند وعده که پیامبر بزرگوار یعنی که بشارت دادن برای یک شما از درگاه خداوند خواهان هستند و البته برادر عزیز برادر ما دوستانی هستند که بسیار فقیر بودن کم بکر البته اگر عیب شما برادر عزیز ممکن است در خانه‌هاشون بعضی خانه‌ها برای طلبت شیر میرفتن و بعضی چیزها شما خداوند بسیار می‌نداره از کام‌ها از برادر عزیز که صدقه‌های فطره‌شون بعضی صدقه‌ها را برادر می‌دن برای این برادر ما که چیکار بکنن می‌دونن که در حق ما دعا کنید اما ما با طعام‌هایی که برادرها خیرهایی که کرده باز بکنیم بخشش کنید خدا نگهبانتون باشه و بسیار خوشحالیم که ما این کارهای امروز قدر مهمان در این مسجد جمع شدیم انشاءالله از عزیزان التماس داریم که دعا کنن همیشه ملاقات ممکن شد این بهترین مکان که مساجد است هر چه زودتر دروازه‌های مساجد را خداوند برامون باز بگردد خداوند شما در حسنات ایرادهایی که رسول الله صلی الله علیه و وعده دادن از آن ایرادها یکایی که ما شما را با نصیب بگیرد البته برادر ما راه عزیز که زبانشون سخن بکرد خوششون کلمه زیبای طیبه و شهادت میگفتن حتی یک گویا در دماغشون میومد که بوی رسول الله است صلی الله علیه و سلم خداوند از فرض واجب سوال عبادت و درگاه خدا تحقیق کرده باشن انشاءالله به خداوند توفیق بکنیم امیدواریم برادری ما را خداوند میبخشد که الله و بندگانش بخشنده و مهربان است حق العباد البته برادر عزیز گفتن میشه در برادر ما به حق گفتن که برادر ما که خوب محمد از این زمین ما در الله درام میکرد وقتی که ما ندید تبسم کرد برادر عزیز البته التماس می‌کنیم که غیبت و آزاری داده باشند ایشان برادر را بخشش کنید و کدام برادری گفتن نمیشه اون قرض بالای برادرمون داشته باشد و شاهد و حجت و بیانه هم انشاءالله این معامله عاصی از ایمان میگیریم برادر عزیز مهربان خدا نگهبان باشد انشاءالله به چهار تکبیر صلات جنازه برادرمون و سفر خدمت شما بسیار و نیت باشه برادر امن جون خال محمد نوری دیدم امک جون خال محمد نوری دیدم به مثلشون فقیر دون کس ندیدم به مثلش چون فقیر دون کس ندیدم نخورده او خوراک شیرین و خوب نخورده او خوراک شیرین و خوب در این دنیا بجوز حسرت چی دیده در این دنیا بجوز حسرت چی دیده خدا داده از او را دان فقیری خدا داده از او را دان فقیری فقیری داری فالی آنجا امیری فقیری داری فانی آنجا امیری به هر توی و مراسم و دوام بود به هر توی و مراسم و دوام بود به پیشی آتشی دیگه عیان بود به پیشی آتشی دیگه عیان بود نشستن از دی چای جوش دگ و دگدان نشستن از دی چای جوش دگ و دگدان نمیدانم چی گویم من به ایشان نمیدانم چی گویم من به ایشان نمیدانست کسی قدری زرینش نمیدانست کسی قدری زرینش که امروز داد از دست او نگینش که امروز داد از دست او نگینش
بیداد از دست سالیمی خویش را، بیداد از دست سالیمی خویش را، نمیداد او آزار هیچ مگس را، نمیداد او آزار هیچ مگس را. همیشه کار و بارش کوسن را، همیشه کار و بارش کوسن را، خدا داند یقین میدانی وی را، خدا داند یقین میدانی وی را. کی جمله اولیاهای الهی، کی جمله اولیاهای الهی، به صحرا بوده و در عذر خواهی، به صحرا بوده و در عذر خواهی. میشد بیمار بروی بستری خواب، میشد بیمار بروی بستری خواب، نگاه می نمود بر سوی وهاب، نگاه می نمود بر سوی وهاب. یکی چشمش گشاد دیگر بند، یکی چشمش گشاد دیگر بند، کی روحش در ملاقات با خداوند، کی روحش در ملاقات با خداوند. شده چند روز نخورده او خوراکه، شده چند روز نخورده او خوراکه، زین ناخوردنی ما سینه چاکه، زین ناخوردنی ما سینه چاکه. گه نالیشی او آید به گوشه، گه نالیشی او آید به گوشه، گه گردد باز جان و خموشه، گه گردد باز جان و خموشه. نگاه میکند گاه به یک سوی، نگاه میکند گاه به یک سوی، یکی دستش اندر مالشی روی، یکی دستش اندر مالشی روی. نمیدانم چی گویم وصف ایشان، نمیدانم چی گویم وصف ایشان، که او بوده فقیر بین مایان، که او بوده فقیر بین مایان. کلانی خاندانی زبی خانه، کلانی خاندانی زبی خانه، یقین گویم کی بوده نوری خانه، یقین گویم کی بوده نوری خانه. خدا داده است او را 40 فرزند، خدا داده است او را چند فرزند، یکی رفت و دیگرها مانده پیوند، یکی رفت و دیگرها مانده پیوند. که شهرت جان ندارد عقل کامل، که شهرت جان ندارد عقل کامل، در اینجا امتحان فرداست و حاصل، در اینجا امتحان فرداست و حاصل. کیسه دیگره با عقل و با گوش، کیسه دیگره با عقل و با گوش، از این بیماری ها هر یک خاموش، از این بیماری ها هر یک خاموش. دیگر در خدمت است دور از پدر جان، دیگر در خدمت است دور از پدر جان، در دل خونی جگر از غصه گریان،
بدل خون جگر هست غصه گریام دوامی این سخن ها مانده ای دوست دوامی این سخن ها مانده ای دوست اگر گویم برایت از بدن پوست اگر گویم برایت از بدن پوست بگو میرزا محمود این سخن ها بگو میرزا محمود این سخن ها اگر عاقلی بریان است جگر ها اگر عاقلی بریان است جگر ها اغفرهم وارحمهم وبسع قبورهم واجعل الجنة مسواهم اللهم إن كانوا محسنا فزد في إحسانه وإن كانوا مسيئا فتجاوز عنهم يا رب خدایا پدر و برادرانی که در تشییع جنازه برادری ما اونایی که شرکت ورزیدن گذشتگانشون رحمت و دنیا و قیامتشون خدا آباد بگردانید و صلی الله علیه و سلام. سلامت باشید برادر عزیز. خدا نگهدار.